سلام علیکم دوستای عزیز، بازم دوست شما لطیف مهربان هستم. دوستای عزیز، من بسیار پیام‌ها از دوستا دریافت میکنم و در مجموع بسیاری دوستا عزیز شکایت داره که چگونه ما چه قسم کنیم تا می 4000 ساعت و یا هم 1000 سابسکرایبر یوتیوب پورا کنیم تا چینل ما مانتایزیشن یا دریافت کردن پولش آن شود و ما پول دریافت کنیم. خب دوستای عزیز، قبل از اینکه سر از این موضوع بپردازیم، شما بازم لطف نموده صفحه فیسبوک ما لایک کنین. و خاطر قسمی که هر بار ما میگم من از طریق صفحه فیسبوک خود ویدیوهای خود شیر میکنم تا به شما با آسانی به او دسترسی داشته باشین. درست؟ و دیگه اگر امکان داره، اگر اینستاگرام دارین، در اینستاگرام مرا فالو کنین، بسیار پست های جالب ما میکنم، میتونن از شما مستفید شوین. درست؟ و دیگه اگر توییتر دارین، توییتر خود ما قبلا هم براتون گفتم من که ویدیو رو در یوتیوب اپلود میکنم، او رو مستقیما لینک کردیم با توییتر خود، مستقیما در توییتر ما ویدیوی من اپلود میشه، شما میتونید که از بسیار بسانی مستفید شوید. درست؟ خب دوستای عزیز، میایم در که چگونه ما 4000 ویو خود زود دریافت کنیم. درست؟ یعنی زود ما 4000 ویو برسیم تا چینل ما مانتایزیشن آن شود. درست؟ از قسمی که شما رو ما گفتم که آل پالیسی یوتیوب فعلا تغییر کرده. اگر شما میخواین که پول از طریق یوتیوب دریافت کنید، باید چینال شما 4000 ساعت ویو با 1000 سابسکرایبر داشته باشه. این قسمی که شما در چینل میبینید تقریبا 162 ساعت ویو داره و 61 سابسکرایبر داره. خب به خاطر از این دوستای عزیز که شما این 4000 ویو ساعت ویو و 1000 سابسکرایبر پورا کنین، شما باید یک چیز در نظر بگیرین که در مجموع شما باید یک ویدیو وقت اپلود میکنین به یوتیوب، او ویدیو باید یک چیز داشته باشه که او را مردم تماشا کنه. درست است؟ به معنای چی؟ ایگه چرا براتون میگم؟ یعنی نمیشه که شما یک ویدیو کاپی را از یک تلویزیون یا از یک رسانه یا یک آهنگ کسی بگیرین اپلود کنین، او قسم نمیشه 4000 ساعتش بپره. درست است؟ شما خودتون باید در مورد یک چیزی به مردم تشریحات بتین. یعنی چه قسم؟ به طور آسان اگه شما در حساب درس بگیرین، درست است، در حساب تعلیمی تحصیلی بگیرین، میتونین در مورد کامپیوتر، در مورد لسان انگلیسی، در مورد لسان پشتو، دری و یا هم دیگه کدام لسان ها دارین. درست؟ و اگه اوتو نمیکنین، اگه در مورد تکنولوژی میفهمین، درباره کامپیوتر ها، درباره تلفن، یعنی سامسونگ کدام تلفن نو کشیده یا آیفون کدام تلفن نو کشیده. درست است؟ یا هم در مورد هر چیز تکنولوژی، درباره تکنولوژی که باشه، درست است، هر چیز باشه. درست؟ و یا میتونید درباره موتورا شما میتونین که ویدیو پر کنین که این موتور نو اومدن، قیمت چه است، درباره تلفن قسم شما را گرفتن. درست؟ این قسم شما چیزای پر کنین که اون به مردم جالب باشه. درست است؟ این بار کنین آنقدر آسان است که براتون گفتن نمیتونم. اگه شما درباره فرض کنید درباره یک مدل نو تلفن سامسونگ ویدیو پر میکنین 5 دقیقه، درست؟ بر 5 دقیقه پر کنین، 5 دقیقه میفهمیم چند ویو شما کردن. شما 48000 ویو کردن. 48000 ویو که گرفتین، 48000 ویو میشه 4000 ساعت. این هم براتون عالمی لحظه ای را حساب میکنه. درست است؟ سعی کنین شما 5 ضرب 48000. درست؟ سعی کنین 2,40,000 دقیقه شد. این را تقسیم چه میکنین؟ تقسیم 60 میکنین، 4000 ساعت. دیدین 4000 ساعت میبره. یعنی مشکل نیست که باز دوستا ما به ما مسیج میکنه میگه که چینل ما ویو نمیگیره، ویدیو ما ویو نمیگیره. و دوست عزیز، قسمی که من در اول گفتم ویدیوهای که از چینل ها باشه یا ویدیوهای تکراری باشه یا ویدیوهای بسیاری مردم ویدیوهای کامیدی اپلود میکنه، او ویدیو آنقدر ویو نمیگیره. شما باید یک ویدیو بسازین، یک ویدیو جور کنین که در اون ویدیو چیزی باشه برای بیننده. درست است؟ که بیننده شما چرا ویدیو را باید ببینه. در اون وقت شما میتونین که امو 4000 ساعت بسیار به آسانی پورا کنین و چینلتون مانتایزیشن آن شود. قسمی که ببینین چینل ما فکر کنید پورا نشده. درست است؟ من این کار کرده هستم، به زودی به پیش میره انشالله. و ما فعلا کار جریان دارم، سرش کار زیاد کردیم انشالله که به زودی امی 4000 ساعت ما هم پوره شود. درست است؟
البته باز من دیگه چنل ها دارم که دو 4000 ساعت پوره شده و نرمال و من هر ماه تا ساعت یک و نیم ساعت گاهی وقت 300 تا 400 دلار به من به حساب هر ماه و ما پول میاد. اگه شما میخوایم برای شما پروف یا سندش هم نشان میتونم، درست است. خب دوستای عزیز این بود در مورد می 4000 ساعت که بعد از دوستان پیام میگذاشتن که 4000 ساعت ما چه قسم پره کنیم، بسیار مشکل است. ما بازم بهتون میگم که مشکل نیست، شما کوشش کنین انشالله که میرسین به 4000 ساعت. باز میتونین که چنلتان این که جرسید باز اتومات خودش ریویو میشه، درست. و میتونین که مانیتایزیشن آن کنین و ازش مستفید شوین دیگه، درست. خب بازم براتون تشریح میکنم اگه که شما ویدیوی بسازین که دو ویدیو بر بیننده چیزی باشه که بیننده دان مجبور شود ویدیو شما رو تماشا کنه، درست است. در غیر از او تماشا نمیکنه. ببینید بازم اگه شما در مورد تکنولوژی یا درس دادن نمیتونین، در مورد بعض چیزهای اجتماعی صحبت کنید، درست است. یک موضوع اجتماعی رو انتخاب کنید، فرض کنید یک ولایت انتخاب کنید، بگید مربوط ولایت کابل. کابل قابل سوالی داره، کابل اینو خوبی داره، کابل اینقدر فصل داره، 4 فصل داره، 3 فصل داره، کابل چیز داره، درست. این قسم چیز انتخاب کنید، صحیح است. یا در کدام جای مشهور افغانستان باشه در مورد از او صحبت کنید، یا جای مشهور جهان باشه در مورد از او صحبت کنید، درست. این قسم صحبت کنید درباره کدام کمپانی مشهور جهان بگیریم صحبت کنید، خب گوگل از فیسبوک از خود یوتیوب از، درسته. یا کدام دیگه چیز صحبت کنید، درسته. در مورد قدرت نظامی جهان هر کشور که صحبت کنید بسیار موضوعات که شما بگردین به هزاران موضوعات، به هزاران موضوع شما میتونید که با راحتی با آسانی رو انتخاب کنین، در مورد از صحبت کنین و ویدیوتون اپلود کنین. ویدیوتون که جالب باشه هر کسی انشالله ویدیوتون رو تماشا میکنه، درسته. خب دوستای عزیز انشالله که شما چیزی گرفته باشین و دیگه شما خواهش میکنم که چینل من سابسکرایب کنین یوتیوب و همچنان فیسبوک منم لایک کنین. تشکر از شما دوستان عزیز. انشالله بازم با ویدیوهای کاملا جدید در مورد بسیار موضوع با شما خواهد بودیم. فعلا وقت خوش، خدا نگهدارتان.